ماده جادویی که باعث خریدهای هیجانی و بالا بردن احساسات در هنگام خرید کردن میشه. فروشنده های مغازه ها باید این رو خوب بشناسن. اسمش قهوه است. رفقامون توی دانشگاه کسب و کار کوپنهاگن اومدن یه تحقیقی انجام دادن که اومدن بررسی کردن ببینن قهوه چجوری باعث تغییر رفتار مشتری ها میشه و یا اینکه منجر به بالا رفتن هیجانات و احساسات در هنگام خرید کردن میشه یا نه. از لحاظ علمی بخوایم بررسیش کنیم، کافئین باعث میشه که یه حالتی توی بدن ما اتفاق بیفته که شبیه به ترشح دوپامینه. دوپامین هورمون انرژی، مثبت اندیشی و هیجان توی بدن ما. در نتیجه وقتی ما قهوه مصرف میکنیم باعث میشه که هیجاناتمون و احساساتمون بالاتر بره. مخصوصا اگه این قهوه مصرف کردن قبل از خرید کردن باشه، ممکنه باعث بشه که ما یه سری خریدهای برنامه‌ریزی نشده ای رو انجام بدیم. نکته جالب اینجاست که کافئین باعث افزایش احساسات و هیجانات در هنگام خریدهایی میشه که جنبه سرگرم کنندگی دارن. مثلا وقتی ما داریم خریدهای مرتبط با بازار فشن رو انجام میدیم، مثل خرید لباس یا اکسسوری ها و اینجور موارد، و یا اینکه وقتی داریم کالاهای لوکس و کالاهای مربوط به دکور خونه‌مون رو میخریم، ممکنه باعث اینجور هیجانات بشه. به صورت کلی نتیجه گیری نشده که وقتی ما داریم خریدهای روزانه‌مون رو انجام میدیم، قهوه باعث افزایش هیجانات در هنگام اینجور خریدها بشه. این تأثیراتی که راجع به صحبت کردیم کاملا ناخودآگاهن، یعنی فردی که رفت برای خرید مراجعه کرده ممکنه که متوجه نشه که این تأثیرات داره توی بدنش اتفاق میفته و هیجاناتش داره بالاتر میره. در نتیجه خیلی از فروشنده ها میان و یه کابین توی مغازشون قرار میدن که به مشتری ها قهوه رایگان میده. اینجور تعارف قهوه کاملا هدفمنده و در نهایت باعث افزایش فروش اون مغازه ها میشه. سوالی که پیش میاد اینه که آیا مصرف منظم قهوه باعث میشه که رفتار خرید و رفتار مالی ما تغییر کنه؟ جوابش هم بله است. چون که باعث بی‌نظمی مالی میشه. یه جورایی ما عادت میکنیم و اگه قبلا برنامه‌ریزی انجام میدادیم و خریدهامون رو طبق برنامه میرفتیم انجام میدادیم، باعث میشه که ما یه بی‌نظمی مالی در ما ایجاد بشه و خریدهای بدون برنامه‌ریزی انجام بدیم از این به بعد. در نتیجه وقتی این عادت جا بیفته دیگه ربطی به قهوه هم نداره. شما ممکنه قهوه مصرف نکرده باشید ولی اون بی‌نظمی مالی همچنان با شما باشه. نکته جالب اینه که توی خریدهای فیزیکی، یعنی وقتی افراد حضوراً به مغازه ها مراجعه میکنن، این تأثیر خیلی قوی قهوه روی هیجانات و احساساتشون دیده شده. ولی یه تأثیر خیلی کمتری هم توی خریدهای آنلاین مشاهده شده. در نتیجه فروشگاه‌های خرده فروشی آنلاین توی ایران مثل دیجیکالا تصمیم گرفتن که آفرها و اون کمپین‌های تبلیغاتی که تخفیفات و جشنواره‌هاشون هست به اصطلاح، اینها رو توی ساعت‌های اول صبح ارائه بدن، چون که حدس میزنن و احتمال میدن که اون ساعت‌ها زمان مصرف قهوه مخاطب‌هاشون باشه و میخوان که احتمال قبول کردن این آفرها رو بالاتر ببرن. آزمایشی که توی این تحقیق انجام شده این بود که جلوی در یک مغازه یک میز قهوه گذاشته بودن و به صورت کاملا رندوم، نه انتخاب شده، به مشتری ها قهوه رایگان میدادن. بعدش میومدن رفتار اون مشتری ها رو تحت نظر میگرفتن که ببینن نسبت به بقیه مشتری هایی که قهوه مصرف نکردن آیا خریدهای هیجانی بیشتری انجام میدن یا اصلا به صورت کلی مجموع سبد خریدشون بیشتر از بقیه مشتری ها میشه یا نه. این حالت رو توی آمار ما A/B تستینگ بهش میگیم که ویدیوی مربوطش رو میتونید از پلیلیست آمار به زبان ساده که در حال کامل شدن هم هست ببینید و یاد بگیرید. محتوای این ویدیو از پیج لینکدین قهوه ریو من اولین بار دیدمش و جالب بود برام که خود این پیج اومده و این تبلیغات رو راجع به قهوهش انجام داده. احساس میکنم که یه جورهایی مشتریهای بیزینسی خودش رو مخاطب قرار داده بود که با این روش بتونه فروش قهوهش رو هم بالاتر ببره.
اگه میخواین مطالب جالبی مثل این رو که مرتبط با حوزه بیزینس و مارکتینگ هستن رو باز ببینید، پیج دیتا بهمن رو فالو کنید و به دوستانتون هم پیشنهاد بدید. من زانیار بودم از کانال دیتا بهمن.